سلام دوستان، مریم محمدی هستم. با آموزش رزین در خدمتتونم. این آموزش به این هدف تهیه شده تا شما رو با رزین آشنا کنم که از سردرگمی بیرون بیاین. پس خوب به آموزش توجه کنید و اون رو چند بار ببینید، بعد شروع کنیم به اجرا. برای شروع فقط از مواد و متریال لازم برای بافت مرجان شروع میکنیم. وسایل دیگه هم تو حوزه رزین مورد نیازه که فعلا باشون کاری نداریم. اولین و مهمترین متریال لازم برای این کار رزین و هاردنر هستش که رزین از گروه چسب‌ها هست و به تنهایی قابل استفاده نیست. این دوتا وقتی به نسبت‌های مشخص با هم دیگه ترکیب میشن میتونن سخت و محکم بشن و میتونیم باهاشون کارهای قشنگی رو خلق بکنیم. طریقه ترکیب شدنشون رو تو حین آموزش بهتون میگم. پس بچه‌ها از این به بعد هر وقت گفتم رزین منظورم ترکیب رزین و هاردنر. متریال بعدی مورد نظر ما رنگ‌ها هستن. رنگ‌های پودری و رنگ‌های فلزی، رنگ‌های خمیری و رنگ‌های جوهری. رنگ‌های پودری همونطور که از اسمشون پیداست مثل پودر هستن. نمیدونم حالا از اینجا مشخصه که دارم نشون میدم. دوباره این یه پودری دیگه است که دارید میبینید. رنگ‌های بعدی رنگ‌های خمیری هستن. این الان رنگ زردشه. رنگ‌های بعدی پیگمنت ها هستن که به رنگ‌های فلزی معروفن. رنگ‌های بعدی جوهری هستن که اینا رنگ‌های جوهر الکلی هستند. جوهر پای رزین هم داریم که اینا جزو رنگ‌های ترانسپرنت هستند. متریال بعدیمون قالب‌ها هستن. این قالب‌ها از جنس سیلیکونن که وقتی رزین و هاردنر رو داخلشون می‌ریزیم بهشون نمیچسبه و راحت میتونیم ازش جدا کنیم. این قالب‌ها رو خودمون هم میتونیم بسازیم. منتها یه فرمول دیگه‌ای داره که تو دوره‌های بعدی بهتون میگم. متریال بعدیمون تورچ هستش. ما از تورچ برای از بین بردن حباب‌های سطح رزین و همینطور گرم کردن سطح رزین استفاده می‌کنیم که الان شما که اول کار هستید میتونید از این فندک که اتمی هستش، شعله‌اش رو ببینید، اتمی هستش استفاده کنید. وقتی که حرفه‌ای تر شدین میتونید از تورچ استفاده کنید. وسیله بعدیمون که جزو مهمترین وسیله های رزینکاریه تراز هستش که برای میز کارمون قبل از اینکه یه کار رزینی رو بزنیم ازش استفاده میکنیم. دقت داشته باشین که باید این حباب بین این دوتا خط باشه که نشون بده که میزمون ترازه. الان یه خورده میز ما تراز نیستش، یکم باید به سمت راست مایل بشه. از هر دو طرف باید حتما تراز باشه. این هم یه تراز کوچیک‌تره که باهاش میتونیم میزمون رو تراز کنیم. اینو مطمئن باشید که اگر سطح کارمون تراز نباشه 100% کارمون خراب میشه. تراز بودن خیلی برای رزین کاری مهم هستش. متریال بعدیمون لیوان کاغذی و آب اسلانک هستش. از لیوان پلاستیکی هم میشه استفاده کرد، اما ما معمولا از لیوان پلاستیکی کاغذی استفاده میکنیم که میشه ازش چند بار استفاده کرد و دورریز نداره. و همینطور این آب اسلانک های چوبی که برای هم زدن رزین استفاده میشه که بعداً میتونیم تمیزشون کنیم و بذاریم برای دفعه بعد. مهمترین وسیله‌ای که برای رزین کاری احتیاج داریم این ترازوها هستن که به این شکلن. حالا در خلال آموزش بهتون آموزش میدم که چجوری از این ترازوها استفاده کنیم. برای ایمنی کار شما به دستکش و ماسک هم احتیاج داریم که وقتی که حرفه‌ای تر شدین و خواستین کار رزین رو ادامه بدین باید حتما تهیه کنین و ازش استفاده کنین. خب با مواد و متریال رزین آشنا شدیم. اینا مجموعه‌ای هستن که فعلا برای انجام این بافت بهشون احتیاج داریم. حداقل قیمت این مواد و متریال رو محاسبه میکنم
و تو کانال میذارم. اونایی که تو شهرشون فروشگاه متریال فروشی ندارن یا به هر دلیلی نمیتونن این متریال رو تهیه کنن به من اطلاع میدن و من براشون میفرستم. خب بریم برای اجرا. سعی میکنم که همه موارد و ریزکاری ها و قلق کار رو بهتون بگم تا به خوبی یاد بگیریم. فعلا خداحافظ.